خانم ها آقایان، اساس این دولت بر دروغ است. تعامل شعار کشف و دروغ است. شکاف ما با رهبری شدیده، محصول اون توافقی جدیده. قصد داریم پوسه رو شاهش بکنیم، از اوباما چند تا خواهش بکنیم. آقای اوباما، اوباما فدای تو، فدای تو، بیا تحریم ها رو کم کن، خودت کلات هستی رو جمع کن. سرکار علی سید علی آقای خامنه ای که خود بنده خطبه ولایت رو برای شما جاری کردم، آیا بنده وکیلم که جام زر رو هم تا تهش در حلق شما جاری کنم؟ وکیلم؟ بله، البته بله. مبارک از انشالله. مادر مبارک، مادر انشالله مبارک، مادر ما با همه توان میخواهیم رهبری را به انزوا برانیم، مثل بلبل برای غربی ها بخوانیم. مادر مبارک، مادر انشالله مبارک، مادر کف و سوت بزنید. آقای رئیس جمهور خیلی شد است، آخر این کار سقوط است، 100% سقوط است. نظام رسیده به آخر. خیر دیگه حالی به آدم میمونه. نه والا، احوالی به آدم میمونه. نه بلا، دیگه حالی به آدم میمانه. نه والا، احوالی به آدم میمانه. نه بلا. رهبری معظم گیجی میزنی که بازم، منی که نور چشمی امامم، مثل تو فکر حفظ این نظامم. اینطور که از اوضاع و احوال برمیاد وضعیت خطیره و تو هم که بنیه نداری، زهر رو بخوری و نخوری سقوط حتمیه دیگه، یعنی نمیشه کاری کرد و فاده. دیگه حالی به آدم میمانه. نه والا، احوالی به آدم میمانه. نه بلا. دیگه حالی با آدم میمونه. نه والا، احوالی به آدم میمونه. نه بلا.